درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتاری 45. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. هر باری که این مرد پرذکاوت، دانشمند و نکته‌سنج، مبارز فداکار، ادیب بزرگ حقیقت نگار را می دیدم و از صحبت‌های او بهره‌ور می‌گردیدم، افتخار من دوچند زیاد می‌شد از آن که ادبیات ما، مدنیت ما چنین پدر و سرور نجیب بی‌بها دارد. فاتح نیازی. اینک در نظرم صدرالدین عینی هم هست و هم نیست. آره، آن سیمای سرشار از ذوق و قریحه و دانش، آن بیان شیرین دلانگیز، آن چشمان پرفروغ آرام بخش در این جهان نیست. اما آثار مردی که سراسر زندگی را وقف خدمت به آدمی زادگان کرد و پرتو بر جهان معرفت تافت که هرگز فرو نخواهد نشست، در میان هست و خواهد بود و جاودانه خواهد شد. سعید نفیسی. بابی زا. میرزا رحیمی منشی زکی بخارایی، وفات 1280. از تحفة الاحباب در جواب سپندی سمرقندی گفته: چو شمعم تا به بزم زندگی یک دم نشاندندم، سراپا سوختندم همچو خون دل چکاندندم. نه در گهواره اول در شکنج رنج بستندم، نه شیری مادر اول زهری ناکامی چشاندندم. نکردم نطق از ابنای عالم چشم پوشیدم، اگر عاقل گمان کردند ور دیوانه خواندندم. کشاندندم ز شهری نیستی تا منزلی هستی، چه سود آخر که با 100 درد از این جا نیز راندندم.
دل اندر مجمری تن سوخت، تا بیت سپندی گفت. به پایان آرمیدم، هر قدر بالا دواندندم. در تاریخ وفات میرزا حاجی زرین قلمی سمرقندی گفته: افسوس در این عصر ز مابین افاضل، روشن رقم فاضل زرین قلم رفت. بر صفحه گیتی خط تاریخ وفاتش، بنمود رقم خامکی مشکین قلم رفت. سال 1280. زلف ایرانی. از چمن بیش است در دامش پرافشانی مرا، این پرافشانی بدامش باد ارزانی مرا. تو به تیغم رانی بود، من با دعا می خوانمت. با چی می خوانم تو را و با چی می رانی مرا؟ زلف از خاک ایران بود. در سال 1321 وارد خاک بخارا شد. به واسطه یکی از احباب به کمینه شناسایی پیدا کرده، 2 بیت بالا را به خود نسبت داده خواند و تکمیل غزل را از من خواهش کرد. چون در خیالش فقیر را امتحان کردنی بود، من هم بیت‌های زیر را در ذیل نوشته دادم. خاطری جمع چه خوش پیش از اسیری داشتم. کاری زلف است این که دارد در پریشانی مرا. سر نگردانم ز تیغت گر کشی منت کشم. ای سرت گردن چرا ممنون نگردانی مرا. گر بجانی می شود مفت است مهمانی تو، نقد جان بستان و کن تشریف ارزانی مرا. عشق و حسن آمد قرینی یکدیگر زان دادند،
آینه روی تو را و چشم حیرانی مرا. از دلی سختی بتان یا رب چه ها خواهم کشید، من که وضعی شیشگی می کرد سندانی مرا. چشم شوخی کافرش دل برد، می ترسم برد تقوی و ایمان و دین از نامسلمانی مرا. فطرتم عینی چو طوطی عجمت است اما رسید، زآیینه طینت محبانم سخندانی مرا. عبدالقادر خواجه سودا بیپولی بخارایی، وفات 1290 هجری، از تذکیره صدر ضیا. ای دل از مزرعه امید بری دیدی؟ نه. وز نهالی عملی خود ثمری دیدی؟ نه. عمرها در طلب یار دویدی، آخر غیر او هیچ به عالم دیگری دیدی؟ نه. دیگر از من مکن امید صلاح ای ناصح، بر من آخر ز نصیحت اثری دیدی؟ نه. کاش پرسند حریفان ز من و من گویم، در جهان غیر محبت هنری دیدی؟ نه. زاهد افسوس که دیوانه چرا باشم من و اندوه که زین بد بتری دیدی؟ نه. شحنه است آن که خرابات کند، در خری خوبتر از شحنه خری دیدی؟ نه. جز حریم در ارباب محبت سودا، اثری فیض و کرامت زدر دیدی؟ نه. در همین ردیف به دیگر روی. ای صبا خوابگهی یاری مرا دیدی؟ نه. سنبوری طره دلداری مرا دیدی؟ نه. ناصحا خال و خطی یاری مرا دیدی؟ نه. جلوه قامت دلداری مرا دیدی؟ نه. از تو انصاف طلب می کنم از بحر خدا، شیوه آن بت عیاری مرا دیدی؟ نه.
من ملامت زدم، لیک در آیین وفا رویش و قاعده‌ی کاری مرا دیدی؟ نه. زاهد از معرکه عشق کران گیر کران، آهی سرد و دل افگاری مرا دیدی؟ نه. بی خبر لاف مزن پیش حریفان و مگو، فیض ریش و فش و دستاری مرا دیدی؟ نه. روز و شب در طلبش ناله کنان، نعره زنان، چهره زرد و تنی زاری مرا دیدی؟ نه. پیکرم سوخت نشد کم ز سرم سودایم، مرحبا گرمی بازاری مرا دیدی؟ نه. هر کس از یاری خود احسانی وفا می جوید، یاری بدخوی جفاکاری مرا دیدی؟ نه. هوسی طره خوبان مکن آشفته مباش، روزی بدتر ز شبی تاری مرا دیدی؟ نه. چند پنهان کنم اسرار محبت، سودا مطلع شعری گوهرباری مرا دیدی؟ نه. در تضمین گفتم که عدم گشت وجودم ز غمی تو، گفتا که کرا غم ز وجود و عدمی تو. تا بر دری میخانه سرش خاک نگردد، زاهد نبرد ره به حریم حرمی تو. ای مطربی جان بخش دم لب به لبم نه، چون نی که دم زنده بمانم به دمی تو. حقا که مرا مایه 100 عمری دراز است، اندیشه زلفی سیهی خم به خمی تو. گر جنس حیات است وگر جوهری روح است، امید که سازیم نثاری قدمی تو. هر کس ز تو اندر خور خود یافت براتی، هرگز نرود نقش خطا بر قلمی تو. هرچند که سر تا به قدم غرق گناهم، شکر است که نومید نیم از کرمی تو. هر کس که به درد و غم هجران تو خو کرد، بر راحتی جاوید رسید از علمی تو. لذت دهدش شکر و کرامت دهدش فقر، نفسی که نوا یافته از بیش و کمی تو. تضمین یک مصرعت افتاده بهانه، سودا 2-3 مصرع که چکید از قلمی تو. این بود
که در مطلع این قطعه نوشتم، گفتم که عدم گشت وجودم ز غمی تو. سودا اسلوب‌های عجیب و در فارسی تصرفاتی غریب دارد. این غزل از آن جمله است. حسنی تو که دارد ز جفا زینت و زینا، بر ذمه ما عشق تو را ساخته دینا. از جنس متاع تو جهان جان و دلی بود، دیدیم جمال تو و گفتیم فدینا. خواه به عتاب تو به ما، خواه به لطف دادیم رضا. هرچی لنا هرچی علینا، تا کی به جفای تو بصبریم و نرحمی. اکنون سر خود گیرم و راهی حرمینا. تا کی به جفای تو بصبریم و نرحمی. اکنون سر خود گیرم و راهی حرمینا. در محفل عشاق تویی قوتی روحا، در دیده احباب تویی قرة عینا. خور خیره شد از صافی آن ساید سیما، مه تیره شد از پرتو آن ساق لجینا. هرچند بی عشقند تو را مردم عالم، در کوی تو عشاق تو را نحن هدینا. گفتم که بدان درد مرا، گفت علیمنا. گفتم که ببین حال مرا، گفت رأینا. گفتم که به پیشی کی روم، تا بی علاجت درد منی دل سوخته را، گفت لدینا. صد حیله و تدبیر بخرجیدم و سودا، آخر نشنیدم سخن زان شفتینا. این غزل هم در اسلوبی بالاست، از یک مجموعه دستنویس. در مملکتی حسن تو عشقم نچلیدا، پای خیردم در ره شفقت کچلیدا. ریشی دلم در جگرم ریشه دوانید، هر خار که در پای سگانی تو خلیدا. گلزار شد از زخم جفای تو دلم ما، پیکان تو شد بر در این باغ کلیدا. آتش نبود آن که بننگد ز تر و خشک، دریا نکی آرید
زهر پاک و پلیدا. در خواب جمالی تو به او شاق نمودند، از شوقی رخت رقص کنان می یللیدا. در عشق تو سودا به بد و نیکی جهان ساخت، آخر به مرادی دل خویشت بغلیدا. و نیز در همین اسلوب به عشق ما اگر آن شوخی سرکش اعترافیدی، برآوردی ز خاطر کینه را و سینه صافیدی. ملامت می کند عشاق را زاهد، بینه عذرش اگر دیدی جمالش یک نظر ما را معافیدی. رقیب اندر بلای هجر اگر یک شب بصبحیدی، بشرمیدی دیگر از عشق مهرویان نلافیدی. چه ها پیچیدم در عقده دل، می شدی ظاهر به شمشیر جفا گر سینه ام را وا شکافیدی. منی مسکین تعجب ساده ام، تحسین طمع خامم، که می امیدم از عهدی تو گر صد ره خلافیدی. به خیلی عاشقان تیغ آختی، شمشیر شافیدی، چو من امید کردم خنجری خود را غلافیدی. نه ما را یک نگه زان نرگسی شهلا پسندیدی، نه ما را یک تبسم زان لبی شیرین کفافیدی. چرا با ما در اول از سری صدق اختلاطیدی، چرا با ما در آخر از ره کین انحرافیدی. منی سودا به غمهای تو هرچند اتفاقیدم، تو از روی غروری حسن با من اختلافیدی. قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی در عرصه فرهنگ ملت ما بسیار قهرمانی ها کرده است، ولی نخستین و بزرگترینش به یگان شبهه نمونه ادبیات تاجیک است که نمونه های درخشان این فرهنگ را قاطعانه به مدعیان بی بنیاد رساند و این ملت را بی باکانه از ترکتازی های زمان رهاند. بنیاد ادبی عینی. شنونده های ارجمند، شما گفتاری 45 را از روی کتاب استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردانی گفتار شیرالی نغزلی.